آی بچه‌ها براتون قصه میگم. قصه میو میو که مثل حال گربه هاست، ولی که اون گربه نیست. راکنه اونا شکل گربه هان. راکنه کارهای عجیب غریبی میکنه، مثل شعبده بازها یهویی ورد میخونه عوض میشه. شیره رو موش میکنه، موشه رو شیر میکنه، سوسکه رو گول میکنه، فیل رو مورچه میکنه، حوض رو استخ میکنه. گاهی وقتا خودشو مثل پرنده میکنه، میره خال آسمون. پر پرواز نداره ولی پرواز میکنه. با خوبا ملایم و خوش رفتار، بدا رو دوست نداره. راستی بگم اسم قصه‌مون چیه؟ نه بابا خودم میگم میو میو عوض میشه. مینا اگه میخوای برگشت صدا تو بشنوی باید بلندتر داد بزنی دخترم. من دیگه نمیتونم راه برم. مطمئنم که میتونی عزیزم. اونا رو ببین چه سریع میرن. بیا بریم. نکنه نیاد. مطمئن باش اونم همین الان با همون میاد. من گفتم که دیگه نمیتونم راه بیام. مادر! کاش که تو کوهستان میموندم و با راکانا زندگی میکردم. اون دیگه چیه؟ خیلی گشنمه. من گشنمه. یه راکونه. آخ جون، نه شوخی کردم. من نمیخوام با راکونه زندگی کنم. سب کن ببینم چی داری. آخه من خیلی گشنمه. داری چی کار میکنی؟ موزه به چیو داره. آخ جون، آخه سیر شدم دیگه گشنم نیست. این که خالی. میو میو موری کوچیک میشم فوری. میشم مثل یه موش درنگ و بازی گوش. میو میو کوچیک میشه. مینا! یعنی اون ممکنه کجا رفته باشه؟ حالا چی کار کنیم؟ مادر! ها؟ مینا اونجا چی کار میکنی؟ مادر پدر داخل کوله پشتی ما نگاه کنیم. آخه برای چی داخل کوله پشتی رو نگاه کنیم؟ میو میو میشه ناپدید. دختر تو که همه خوراکیاتو خوردی. ولی باور کنی من خوراکی رو نخوردم. ولی هیچی تو کوله پشتی نیست دخترم. نه. میو میو پاپالی پاپالی فوری بسو تا پالی. مینا جان دیگه رسیدیم. وای کوله پشتیم کجاست؟ وقتی خوابیده بودی اون پلوی خودت یعنی بود. اون پا در آورده؟ چی داری میگی عزیزم؟ خیالاتی شدی. شاید اون پایین جلو پات باشه دخترم. میو میو خودت من خودت بشه پالی. سلام من اومدم نگران. چرا اومدی اینجا؟ میو من دوست دارم برادر تو هستم. چه مسخره ای؟ یه راکون نمیتونه برادر من باشه. تو چه بخوای چی نخوای من برادر تو هستم. مسخره بازی در نیار. مسخره بازی در نمیارم. من وارد کیفت شدم چون فوراً از اینجا برو زود باش نکردم. من دارم میگم نمیاد. آی از هر کس که بی‌تربیت باشه بدم میاد. بی‌تربیت من بی‌تربیتم. آره تو بی‌تربیتی. مینا جان چرا تنهایی با خودت حرف نگاه میزنی؟ کن مادر. خودتونم. اون ناپدید شد. چی ناپدید شد عزیزم؟ کیفت که اینجاست. کیفمو نمیگم. یه راکون که شکل گربه‌اش تو کیفم بود. بس دیگه بهتره استراحت کنی. قبل از شامم برو حموم دخترم. یعنی اون کجا رفته؟ سر در نمیارم. خیلی عجیبه. گفت میخواد برادرم بشه اما یهو غیب شد. وای چقدر خوشمزه بود. توت فرنگی و خامه خیلی خوبه، مخصوصا بستنی هم بغلش. سلام بچه ها
کوچولو گیر آوردی. اسمش چیه؟ تو دایره المعارف هم نتونستم اسمشو پیدا اگه کنم. بخوای اونو به تو نشون بدم شاید بدونی اسمش چیه. نگاه کن ولی مواظب باشی ها. وای میو میو خودشه. اونو میشناسی؟ دیشب جلو منزل ما سر و صدا میکرد. مادرم به مسئولین باغوش تلفن کرد، اونا اومدن و با خودشون بردن ولی دوباره اومد. صداش خیلی عجیبه مگه نه؟ تو هم با ما به باغ وحش میای مینا؟ فعلا خدافظ. رو کن کوچولو. نه خدای من. پاپولی فوری بشو تا وای چرا اینقدر وزنش زیاد شده؟ الو اونجا باغ وحشه؟ بله بفرمایید. را کن کوچولو. خودتی میخوام ببینمت. همینجا بیا بیرون. سلام خواهر کوچولو. مینا خواهر کوچولو تو نگران من بودی؟ من فقط میخواستم مطمئن بشم که به باغ وحش رسیدی یا نه. همین کافیه. خوشحالم که تو حتما نگهداری میکنی. میدونی اتفاقا برعکس تو من رو نگه میداری. برو شروع شد. وای میو میو اول میشه. میبرمت خونه اما باید هر چه زودتر برگردی همون جایی که بودی. نه نمیخوام. همین که گفتم شنیدی؟ از من بدت میاد؟ من از هیچ کس بدم نمیاد. من میدونم تو خیلی مهربونی. به جاش منم برای تو دوست خوبی میشم. حالا نگاه کن. از رنگین کمان خوشت میاد. تو چه دوست خوبی هست. گفتم که